با سلام خدمت همگروهی‌های عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشد. عزیزان، در سلسله آموزش‌های مربوط به اقتصاد کلان به یکی از شاخص‌های مهم بازار به نام شاخص خدمات عمومی داو جونز یا همون شاخص خدمات رفاهی داو جونز می‌پردازیم. این شاخص دارای 15 شرکت هست که بیشتر در زمینه برق و خدمات رفاهی و کارهای عمومی و خدماتی که به صورت عمومی و همگانی مورد استفاده قرار میگیره تشکیل شده و یکی از مهمترین شاخصهای بازار به شمار میاد. البته شاخص خدمات رفاهی داو جونز یک مدل دیگه هم از این شاخص وجود داره به نام شاخص خدمات صنعتی داو جونز که شاخص خدمات رفاهی ارجحیت داره و پیش از این شاخص گردش‌های عمومی اصلی خودش رو در بازار نشون میده. این شاخص شدیداً به نرخ‌های بهره حساسیت داره و اغلب موارد هم قبل از بازارهای سهام تحت تاثیر نرخ‌های بهره قرار میگیره و تابعی از نرخ‌های بهره هست. از طرف دیگه شاخص خدمات عمومی داو جونز پیرو نرخ اوراق قرضه هست و یا قیمت اوراق قرضه است و با حرکت اوراق قرضه به هر جهت که این اتفاق بیفته شاخص خدمات عمومی داو جونز نیز این حرکت خودش رو انجام میده. تنها استثنایی که داشت در 1977 بود که خدمات عمومی داو جونز یک مقدار با اختلاف بیشتری سقف قبلی خودش را به دست آورد، ولی در بقیه موارد همیشه تابعی از نرخ اوراق قرضه و حساس به نرخ‌های بهره بوده. در اصل خودمون میدونیم که هرگاه بازارهای سهام تغییرات اصلی توشون ایجاد بشه قبل از اون نرخ‌های بهره تغییرات خودشون را شروع کردن و بیشترین تأثیری که این بین میگیره در بازار سهام شاخص خدمات عمومی داو جونز به نوعی دماسنج بازار سهام و بازار بورس آمریکا نیز به شمار میره و ما میتونیم با تحلیل شاخص خدمات عمومی داو جونز شناسایی کنیم که روند اقتصادی ایالات متحده و از کل دنیا به کدوم سمت در حال حرکت خواهد بود. به طور کلی تمام این شاخص هایی که خدمتتون عرض میکنم تأثیر اصلیشون را از نرخ‌های بهره میگیرن و همچنین بحث مربوط به بازدهی اوراق قرضه و یا نرخ اوراق قرضه هست که تأثیر بسیار مستقیم روی این موارد میگذاره. ویژگی که در سهام خدمات رفاهی یا همون شاخص خدمات عمومی داو جونز هست اینه که این شاخص میزان رکود یا کسادی بازار یا رونق اقتصادی یک بازار رو میتونه به ما نشون بده. خدمتتون همونطور که عرض کردم بیشترین شرکت هایی که در این شاخص قرار دارن در زمینه تولیدات برق و یا صنایع برق کار میکنن، اما چند تا شرکت هم هستن که در زمینه گاز نیز در این شاخص قرار دارن و تأثیراتی که حالا از نظر بحث انرژی میتونه روی اقتصاد یک کشور داشته باشه رو ما میتونیم از طریق این مورد بررسی کنیم. در اصل خدمات عمومی داو جونز توی یه دسته از سهام بورس قرار میگیره که به نوبه خودش شدیداً ما میتونیم اینا را در زمانی که میخوایم افتهای بازار را شناسایی بکنیم میتونیم با نرخ‌های اوراق قرضه همبستگیشون رو بررسی بکنیم و اگر نرخ اوراق قرضه در حال صعود باشه پس شاخص داو جونز نیز در حال صعود خواهد بود و اگر نرخ اوراق قرضه در حال نزول باشه شاخص داو جونز نیز در حال نزول خواهد بود. شاخص های دیگه هم هست در بازار که مثل شاخص نزدک و یا همین شاخص صنعت داو جونز که میتونیم ازشون استفاده کنیم، ولی ارجحیتی که توی تحلیل های بازار و تحلیل‌های اقتصادی داریم بیشتر از طریق شاخص خدمات داو جونز هست که به نام آقای چارلز داو نیز
این نامگذاری شد به توسط ایشون بود که به اقتصاد آمریکا وارد شد. در آموزش‌های بعدی روابط بین این شاخص‌ها و شاخص‌های مهم اقتصادی دیگر را بررسی خواهیم کرد و در آخر در جمع‌بندی که انجام خواهیم داد سیکل رونق و رکود اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار میدیم تا به راحتی تشخیص بدید که آیا اقتصادی که در سالهای آینده در پیش رو داریم اقتصادی است توأم با رکود یا اقتصادی است توأم با رونق، که اگر شناسایی این سیکل و این روند را یک بار برای همیشه یاد بگیرید، مطمئناً در خرید سهامتون، چه در سهام بورس ایران چه در خرید کامودیتی هایی که در بازار فارکس هستن و یا چه در خرید سهام بازار بورس های جهانی، میتونه بهتون خیلی خیلی کمک کنه و شما را از اون روندی که دائم در سقف ها در حال خرید هستید و یا در کف ها در حال فروش هستید نجات بده و عموما شناسایی خواب پول را میتونید از طریق همین شاخص ها و بررسی و توالی این شاخص ها که پشت سر هم قرار میگیرند داشته باشید. امیدوارم براتون مفید واقع باشد. ممنون که نظرات مفیدتون را برای ما ارسال میکنید تا بتونیم با فراغ بال بهتری بحث های مهمتر و تکنیک های مهمی که ما میتونیم از بحث های اقتصادی در خرید سهاممون داشته باشیم را ارجحیت بدیم و روی اونا بیشتر کار کنیم. به خدای بزرگ میسپارمتون. امیدوارم موفق و مؤید و پیروز باشید.